Safar olsun. این نفر برای ای خدمت ما و شما آزرده شده و این که الله مهربانانه او را به فضل کرمش به پیش و انا خاطر شما برادران عزیز گوش کنیم من نبینم گوش نوازم خوش بکنیم حضرت ما بیایم نماز بخونیم که نماز قلبی باشه بیایم دعای کنیم خفو بره خفو بره این جوزی بس سفر رو روش کنیم بیایم نماز بخونیم که اون نماز مقبولی درگاه شود انشاءالله این قدر جنازه ای که 40 نفر جمع شود بشارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مید مغفور می شود الان الحمدلله صدها چندها صد نفر را بیادیم باید خودی نیت خوشرو کنه 4 تکبیر داره نماز جنازه ثنا خونده صلوات در دیمش در سیمش دعا برای مید خوشرو بکنه امام هم انشاءالله به صبر و تحمل میخونه که همه در کنه تا آخر دعا رو بخونه و در آخر هم که باشد التماس کنه که وضعیت نوتین جای امام خفوی ستونه سفر روز یستخن تمام همین حضرت که امروز جان نداره در بدن میت است سفری آخرت داره کسی سفر قیامت داره این ملاقاتی به پروردگار جل و علا داره یک چیز خاطر نبراریم ما شما برادران عزیز ما و شما چند قدر مهربان و محبیم به همین نفر میدونید که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما مهربان تره این ملاقات با پروردگاری داره که گفته این الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه الله سبحانه و تعالی در انتظاریه ان شاء الله ملاقات مثل پروردگار شه از الله امیدواریم که الله را از خود راضی میاره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ربنا ارضى عنه اللهم ربنا عافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وشاركنا في اجرك برحمتك يا ارحم الراحمين. وقتی با ماشین گشته موندن احتیاط کنید بچه‌ها همین اوسب ندینن. بودر گشته چخل مونده با وقتی ماشین میمونن التماس بچه‌ها. نه کدام اخلاقی دست بزنه همینجا بیان تا دست بزنه و اینا یکون جای بچه جای نخسته نبودن اونه کردن اونه کردن همین جوش ان شاء الله حریم رحمت گرد چپا شوام بیو گوش کنید حسین شفا جان دو یک وقت صحبت انم راست قدم تکیش اولای برادر میشم از دنیا رحلت کرد اینجا الحمدلله برادرها و جوانها خیلی خدمت کردن مدد بیموری ان شاء الله ازش نگرفتم اما اینا خیلی کوشش کردن لکن صاحب نفس میانس به همین راه قبض کردی رسید که لازم برادر در کجا میشیم این چیزی خروج حیاده اگر دیگه البته کوشش کردن برادر خدا برکت بده هر یک کنه از خدمتش راضی باشه برادر عزیز شاید ایشون دانه خوب باشه لکن یکون کسی شاید در حیات یکون عصبی یکون کفی باشد ببخشید برادر عزیز دیگر اینکه احمد صلی الله علیه و میگه که اذا این قطع انسان این قطع این سلاس وقتی که انسان وفات کنه از همه عملهاش بریده میشه بسته میشه مگر 3 عمل بعد مرگشون دوام میکنه صدقه جاریه او علما ينتفع به او ولد صالح يدعو له یکن صدقه جاریه البته برادر ما خیلی مدت‌های زیاد عمرش در مسافرت